بازی کن دلار در بیار. سلام رفقا، درست شنیدید. امروز قصد دارم به شما یک گیمی رو معرفی بکنم که میتونید با بازی کردن این گیم به درآمد برسید و برعکس بقیه پروژه کریپتویی مثل نات کوین و اینا، این پروژه واقعیه و کیک نیست و یا فیک نیست. خب رفقا، تا آخر ویدیو با ما همراه باشید، لایک کامنت یادتون نره. بریم که شروع بکنیم. رفقا، قبلی که بریم و من این پروژه رو دیتون معرفی کنم، باید چند تا نکته رو دیتون بگم تا آخر ویدیو رو ببینید. چرا؟ چون که فقط شما برید بازی رو دانلود بکنید و بازی بکنید به نظر من کفایت نمیکنه. یا یک شما 2 دقیقه از ویدیو رو ببینید و برید مقدار از توکن بخرید، به نظر من درست نیست. شما باید این ویدیو رو تا آخر ببینید تا اینکه تمام نکاتی که نیاز دارید بدانید در مورد این پروژه رو بدانید. و من قصد دارم که حتی اگه ایرادهای داخلی پروژه باشه برای شما بیان بکنم و اینکه چون خیلی مهمه شما بدانید این نکات به صورت سرمایه‌گذار یا به صورت کسی که قصد داره بازی رو انجام بده. یک نکته دیگه هم بهتون بگم، من خودم این بازی رو دانلود کردم، بازی جالبیه، بازی استراتژیک و قطعا میتونم بگم بازیه که آینده خواهد داشت. حتی شاید اگه بازی میامد داخل مارکت و توکنی هم نمیداد میتونست آینده داشته باشه. چرا؟ اول از همه به خاطر تیم قوی که پشتشه، گرافیکی بازی خیلی عالیه و همچنین بازی استراتژیکیه و به نظر خود من بازیه که اعتیاد آوره. مثلا پابجی آمد و میبینید بدونی که یک قران ده بازیکنایش بوده موفق بود. خیلی بازی‌های دیگه آمده. خب رفقا، بدون اتلاف وقت بریم و وارد کوین مارکت کپ بشیم. شما زمانی که وارد کوین مارکت کپ شدید کافیه عبارت هیروز آف ماویا رو سرچ بکنید. میتونید داخل تصویر ببینید اینجا هیروز آف ماویا مخفف شم اینجاست. در حال حاضر مارکت کپ توکن 83 میلیون دلاره و گیمی هست که در حال حاضر روی بلاک چین اتریوم سواره. نکته بعدی که شما باید در نظر داشته باشید، صنعت گیمینگ یکی از بزرگترین صنعت هاست و وقتی که بیاد با بلاک چین ادغام بشه قطعا میتونه بزرگتر بشه یا بره لول بعدی. دلیلش است که اگر بازیکن‌ها، ببین همین الان خیلی از بچه‌ها رو من میشناسم در اطراف خودم یا شنیدم داخل اینترنت که رفتن پول دادن تا کاراکتر خودشون، همون پلیری که باش بازی میکنن لول اپ بکنن، رفتن پول نقد دادن دلار تا اینکه بتونن پلیر خودشون لولش ببرن بالا. مثلا داخل پابجی یک چیز دارم به اسم یوسی. من خودم پابجی بازی نمیکنم ولی دور و برم زیاده کسایی که بازی کردن. یک چیز دارم به اسم یوسی. شما میرید یوسی میخرید، پلیر خودتون لول اپ میکنید و برش مثلا تفنگ میخرید، برش نمیدونم اسکین میخرید، فلان میخرید. اینجا هم همین حالته. شما بازی میکنید، به قول معروف گفتن اینجا یوسی نیست، روبیه فکر کنم. روبی به دست میارید، از طریق روبی میتونید برید داخل مارکت پلیس، او رو با توکن خودی بازی عوض بکنید و یا اینکه تبدیلش بکنید به دلار، تبدیلش بکنید به توکن بومی خود همین بازی. و خیلی نکات جالبی هم وجود داره راجع به پروژه، چند تا باگ هم داره که باید در نظر بگیرید. خب هیرو آف ماویا رو ما سرچ کردیم. اول از همه میخوام برم وارد وبسایتش بشم و وبسایتش رو نشون بدم که چه یک وبسایت قشنگ و جالبی داره. کلیک میکنیم روی وبسایت و همیشه اگه خواستید برید ارز رو چک بکنید، صرافی رو چک بکنید، برید داخل کوین مارکت کپ و روی لینک های اصلی کلیک بکنید. چون شاید من الان بیام هیرو آف ماویا بنویسم برام یک لینک فیک بیاره بالا. بازی خیلی گرافیکش خوبه، بازی کردم، استراتژیک بازی عالیه. میاید پایین اطلاعاتش کامل هست، شباهت داره به بازی کلش آف کلنز و به خاطر من فکر میکنم میتونه آینده خوبی داشته باشه. شاید یک تغییرات داخلش بیارن اما تا جایی شبیه کلش آف کلنز. اولین چیزی که نظر من جلب کرد یه است که اسمای بزرگی داخلی پروژه هست. جلوتر دیشان میپردازم که باگش کجایه. در قدم اول شما میبینید که اسمای زیادی داخلی پروژه هست، مثل بایننس لب، کریپتو.com، کیک، خیلی اسمای دیگه که شاید من باشون آشنایی نداشته باشم اما بعضی هایشون میشناسم که شرکت های بزرگن. حتی اسم امارات هم اینجا دیده میشه، امارات نمیدونم فلان، که آمدن سرمایه گذاری کردن روی پروژه. تا جایی که من بدونم اینا آمدن در ابتدای کار 1 میلیون دلار فکر کنم، اگر اشتباه نکنم 1 میلیون دلار جذب پروژه، جذب سرمایه داشتن در ابتدای کار. 1 میلیون بود یا 9 میلیون دقیق یادم نیست. اما زمانی که توکن آمدن وارد بازار کردن، ارزش آمدن و چیزی بود 100 میلیون دلار پایه‌گذاری کردن. بریم قبلی که بریم جلوتر ما 2 تا نکته جالبی رو دیتون بگم. تریدینگ ویو میشیم و عبارت ماویا رو سرچ میکنیم. ماویا USDT که در حال حاضر 2 دلار و 80 سنت. اینجا مگه چک بکنیم قیمتش همویه، 2 دلار و 90 سنت، 89 سنت یک چیزه. خب میرم توی تایم فریم دیلی.
قبلا هم گفتم بازم میگم زمانی که یک توکن تازه وارد بازار میشه معمولا ما شاهد ریزشیم، اما اینجا زمانی که توکن وارد مارکت شده روز اول میبینید که عده‌ای خریدن و قیمتش از این پایین 11 برابر شده، 10 برابر 11 برابر رشد داشته ای توکن و از اینجا ریزش خودش شروع کرده، قیمت اومده پایین‌تر. از جایی که تازه وارد مارکت شده من تکنیکالی نمیتونم زیاد براتون تحلیل بکنم، توی تایم فریم بلند مدت، تایم فریم کوتاه شما میتونید برید 4 ساعت تا 1 ساعت تریدتون بزنید، اما تایم فریم بالا چیز خاصی نیست. جلوتر دیتون میگم که بخرید توکن یا نه، اگه خریدید چیکار بکنید. به نظر خود من پروژه قویه، پروژه قویه. خب بیایم بالا، یک نکته دیتون نشان بدم. خودتون برید داخل سایت هر چیزی که دوست دارید بخونید، راجع به پروژه رو میتونید بخونید، اما چیزی که تا اینجای کار دست ما آمده ای بوده. شما میتونید اطلاعات کامل اینجا به دست بیارید راجع به نحوه بازی و نکات بعدیش اینجا براتون توضیح دادم. شما زمانی که بازی میکنید میتونید تقریبا هر 2-3 ساعت یک بار حدود 200 تا روبی از بازی بگیرید. اگر اتک بزنید، هر اتک فکر کنم دیتون 20 تا روبی میته اگر اتکایتون 3 ستاره باشه. و اگر اهل گیم هستید، اگر از این بازی خوشتون آمد، به نظر من ادامه بدید. فقط به قصدی که آقا فردا روز از این پروژه بخواید پول در بیارید نباشه. اگر علاقه به بازی دارید میتونید پیش ببرید. به نظر من از این نگاه بازی جالبیه. ما خودم بازی کردم، خوشم اومد، حالا شاید حذفش کنم که معتادش نشم، ولی بازی جالبیه. بریم داخل خود وبسایت. حالا یکی از باگای اصلی پروژه یکی بایننس لب آمدن اسمش از زدن بزرگ توی وبسایتشون که آقا ما با بایننس لب همکاری داریم، اما زمانی که شما میای داخل مارکت میزنی هنوز داخل بایننس لیست نشده و یک پوینت منفیه، یک رد فلگه. پروژه در کل خوبه اما 2 تا رد فلگ بزرگ داره که دیتون میگم. اولیش همیه که صرافیایی که آمدن و اسمشون از زدن، مثلا crypto.com آمده لیستش کرده ولی crypto.com مثلا من صرافی حساب نمیکنم چون واقعا صرافی آشغالی آمده و ایره لیست کرده، بایننس لیستش نکرده. یک باگ. 2 شرکت های بزرگ که میان و سرمایه گذاری میکنن روی یک پروژه شما نباید گول بخورید. شرکت ها آمده، مثال میزنیم، حدود 500-200 هزار دلار داده ای پروژه. روز اولی که اینا توکنشان رو لانچ بکنه طرف 1 میلیون دلار کم به کم یا 2 میلیون دلار میگیره به عنوان توکن. پس برای اونا کاملا سود روز اول میان، نصفش هم میفروشن، مثلا ریسک فری میشن، مقدار زیادی سودم میکنن، یک مقدار توکنش هم تهش نگه میدارن. ولی اینم در نظر داشته باشید اگر بیاد و پروژه بزرگ بشه و بایننس ایره لیستش بکنه قطعا میتونه قیمتش چندین برابر بشه. این از یاد نبرید. پس شد اولین باگ پروژه که به نظر من باید در نظر داشته باشید. باگ دوم پروژه چیه؟ ببینید سیرکولیشن سوپلای داریم ما اینجا، مقدار توکن هایی که قرار اینا داشته باشن، ببخشید توتال سوپلای داریم 250 میلیون توکن وجود داره که قرار وارد مارکت بشه. در حال حاضر 30 میلیونش وارد شده، یعنی هر باری که اینا بیان توکن آزاد بکنن قیمت میاد پایین. چرا؟ چون تعداد اضافه میشه و هر باری تعداد اضافه میشه باعث میشه که قیمت ریزش کنه چون ارزش از دست میده. حالا مقدار زیاد توکن و که آمدن در مرور زمان توکن ریلیز بکنن، آزاد بکنن، به نحوه خود نکته منفی نیست. منفی بودنش در کجاست؟ نکته منفی پروژه در کجاست؟ از نظر خود من که میتونه رد فلگ باشه. شما میتونید اینجا نحوه تقسیم توکن ببینید و ای که نوشتن که آقا توکن ها رو قرار بیان کجا آزاد بکنن، چیکار بشه. در قدم اول میبینید که 2.5% توکن ها رو روز اول آمدن و در کسایی که مثلا به شرکت هایی که سرمایه گذاری کردن ده اونا دادن، آنلاک کردن روز اول 2.5% که میشه 6.5 میلیون، 6 میلیون و 250 هزار. و کسایی هم که رفتن و این بازی رو از اول بازی کرده بودن ایردراپ گرفتن، دمشون گرم. کسایی که حالا انجام دادن بین کامیونیتی فارسی زیاد به نظر من معروف نبودی پروژه، به صورت ایردراپ 8 میلیون توکن دادن اینا، یعنی کسایی که گرفتن خب سود خوبی کردن. حالا نکته منفی کجاست؟ نکته منفیه که اینا اومدن 22% توکن برای تیم نگه داشتن که اصلا کار درستی نیست. یعنی نه که کار درستی نباشه، اما داخل مارکت کریپتو معمولا همچین کار رو انجام نمیدن و خوبی مارکت کریپتو چیه؟ شفافه، همه چیز شما میبینید. حتی داخل بازار سهام هم اینا نمیان به صورت شفاف برای ملت مثلا اطلاعیه بدن، همه چیز بگن، یا اگه بدن هم معلوم نیست، ممکنه روی ورق یک چیزی باشه پشت چیز دیگه. اما داخل بلاک چین میتونن ملت برن و خودشان تحقیق بکنن. میبینیم که 22% نگه داشته و گفته که آقا هر 6 ماه یک بار به مدت 6 سال میان و توکنا را ریلیز میکنن داخل مارکت، یعنی تیم خودشان خرج میکنه. ادورتایزر 3%،
بعد پریسیل فروش اولیه 15% که به صورت بعد 4 سال ریلیز میکنن و 10% هم میشه مال کسایی که بازی میکنن. به نظر من 10% عدد معقولیه برای کسایی که بازی میکنن و توکن به دست میارن، در مدت 6 سال داده میشه. و به نظر من حالا پروژه باگی که داره، چون در آینده باید این توکن گیم پلی ریوارد هی باید بیشتر بکنن، به خاطر همین احتمال داره که میزان خود توکنار در آینده ببرن بالا. از این حالا برای شمایی که علاقه به بازی کردن دارید که به نظر من برید بازی کنید، روبیایتون رو جمع بکنید داخل مارکت پلیس. هنوز امکان خرید و فروش ندارید، الان فقط بازی کنید. در آینده میتونید داخل گوشی هم میشه بازی کرد. در آینده میتونید برید وصلش بکنید در والتتون و از اونجا برید روبیایتون، یا میتونید برید NFT بخرید داخل خود وبسایت. بذارید استیتون نشون بدم. میتونید برید NFT بخرید داخل خود وبسایت، استیک بکنید. 1 2 اگر پول اضافه دارید، این رو شما میگم کسایی که تا آخر ویدیو دیدن، جای دیگه فکر نکنم دیتون بگم، برای بچه‌ای که تا آخر ویدیو دیدن، به نظر من اگر پول اضافه دارید دنبال یک سرمایه گذاری ریسکی تر هستید، اما بهتر یکی آقا برید توی قیمت های پایین تر یک مقدار از توکن بخرید، چون قیمتش اومده پایین. حالا ممکنه بیاد پایین تر، صبر بکنید، استراتژی داشته باشید، هر جایی که خودتون فکر میکنید مناسبه بخرید، برید استیک بکنید داخل خود پلتفرم اینا. چون به نظر من از اون جایی که این توکن آینده داره، شما میتونید برید توی قیمت کم بخرید، استیک بکنید، در مرور زمانی که قیمت رفت بالاتر در بیاد استیک، تا اون زمان سودتون هم گرفتید، حالا درصدی ماهیانه سالیانه، ببینید چقدر میارزه یا نه، اون زمان برید بفروشید. و 2 تا باگ منفیش اگه در نظر نگیریم، به نظر من پروژه خوبیه. کار بعدی که میتونید انجام بدید، میتونید برید دیسکوردشون رو چک بکنید. دیسکورد اپیه که برای بچه‌ای که داخل فضای کریپتو فعالن، مثل تلگرام بمونه، گروه دارن فلان دارن، برید چک بکنید. و از نظر شخصی من پروژه‌ایه که میتونه در آینده بزرگ بشه. برید بازیش دانلود بکنید، داخل گوگل پلی یا همه جا هست. بازی جدید آمده، ممکنه یک مقدار باگای کوچیک داشته باشه، اما به نظر من پروژه قویه و کلا صنعت گیمینگ از یاد نبرید. سوالی برام بود بنویسید داخل کامنت، آقا من خوشحال میشم. لایک کامنت یادتون نره و اگر مفید بود بفرستید برای دوستایتون این ویدیو را دیگه. موفق باشید. فکر میکنم اگه بیشتر از این طولانی تر نشه بهتره. و در مورد خود توکن هم دیتون بگم که اگر خواستید بخرید، به نظر من هنوز امکان اصلاح داره. چرا؟ چون ممکنه بیت کوین اصلاح بکنه. فقط این توکنیه که شما زیر نظرش بگیرید. و گول اسمای بزرگم دفعه بعد اینجوری اگه دیدین داخل یک وبسایت نخورید. چرا؟ چون که دلیلش دیتون قبل تر گفتم، چون ممکنه بیان یک اسمی رو بزنن اینجا، اما او اسم اصلا نیاد داخل وبسایتش نیاره و فقط آمدن سرمایه گذاری کردن پولشون رو بگیرن. موفق و پیروز باشید. وقتتون بخیر.